من یک نقل قول از خود محمد رضا پهلوی بخونم در کتاب پاسخ به تاریخش، خودش بعد از فرارش از ایران داره به چنین جریانی اعتراف میکنه. میگه به کمبود تجهیزات و مواد خام و وسایل ارتباطی کمبود تکنسین هم اضافه شده بود. ما بیش از 1 میلیون خارجی را به خدمت گرفته بودیم. قبلا به بی‌توجهی که به پرورش مهندسان و سرپرستان و مجریان و کارگران ماهر شده بود اشاره کردم، ولی تعداد آنها باز هم کفایت نمی‌کرد و سرانجام واردات به رغم همه چیز بی اندازه زیاد شد و سیر تورمی را موجب گردید که می‌خواستم به هر قیمتی شده آن را مهار کنم. یعنی اگر ما علمش رو نداشته باشیم بیاریم این سمت ضربه می‌خوره. ممکنه مردم واقعا همین سوال رو بپرسن، بگن خب آقا شما 20 سال پیش تولید رو رونق میدادید، ما زیر ساختش رو نداشتیم که بخوام این کار رو انجام بدیم. عرض کردم زیر ساخت علمی بخش عمده‌اش، ما اصلا علمش رو نداشتیم. وقتی ما علمش رو نداشته باشیم مجبوریم چه کار کنیم؟ مجبوریم بریم تکنولوژی رو از خارج بیاریم، از خارج که بیاریم تکنسین رو هم که بعد از خارج بیاریم، هیچ کالای داخلی اتفاق نمیفته.